دوستان عزیز از همه شما خواهش کرده می شود که نوار تا آخر تماشا میکنیم. خوب ویدیو را میمانم. بعد از ویدیو انشالله که صحبت خود ادامه میدهیم. حتما بعد ویدیو صحبت ما را خوب گوش کنید که این خوش خبر فکر میکنم بر همه شما معقول میشود. مرحمت نوار را تماشا کنیم بعد صحبت. به نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و کسانی که ما را در شبکه کاروان عمر تماشا میکنید. خداوند از همه شما راضی باشد. خب دوستان عزیز، بر همه ما شما معلوم است که با دستگیری شما قریب به 100,000 ابونچی رسیدیم. خب یک لایک دیگه میمونیم، پادپیسات میکنیم تا که دیگران بینند و حتما ابونه شوند. نواری که شما در اول دیدید، این نواری هست که بعضی از بی‌آدابی ما جوانها در روزهای توی و معرکه ها شده ایستاده است. بعضا در توی ها میبینیم که همان شهر را جوانها همسنفایش و هوا میپرتوید و همین نواری که ما شما دیدیم چون این حالت بسیار شدگی هست و بعضی به ترتیبی ها در بین ما جوانهای اویلتدار شدن و در توی های همسنف و همکورسا می شود. بعضا حالت های می شود که نسبت یک خواهر، نسبت یک اپا، نسبت یک دختری که از جانب همان عروس می آیند، بعضا به عدالتی ناحرمتی همان دخترها را مقصد پشیمان از آمدنشان می کند. جوانهایی که به چنین کارها دست می زنید، یک بار تصور کنید که خواهر شما از پای دیگانه اش رفت. نسبت خواهر شما یک شخصیت چنین معامله کند، چی می شوید؟ برداشت کرده می توانید؟ البته که نه. برای همین هر کار میکنیم پیش از کارو کردن به نظرمان اول مادر، خواهر، خش تبار، اما خلا دیگر ها بیاریم بعدا کار کنیم. زیرا ما مرد هستیم، در همه جا کارمان میگذارد، اما نسبت خواهران، نسبت زنها به عدالتی، به حرمتی، این از روی آداب، از روی مردی، از روی مسلمانی نیست. خداوند از همه شما راضی باشد. دوستان عزیز، یک دستگیری دیگر کنیم. ما هم چه کشیده مقصد از شما خواهش کردستم. خب رکلامی که ما میکنیم برای مردها میباشد. مرحمت مردها تماشا کنین، حتما زکات کنین و چنین داروهای گیاهی را از دست ندهید. سلام علیکم دوستان عزیز، چگونه میبینید در دست ما یک میلیون پاستا یعنی که ام پلوس میباشد. ام پلوس برای این با قوت کردن مردانگی، با قوت کردن بدن، بوی سپرما را بالا برداشتن، میکروویروس که در سپرما توزیع کردن، برای خون گرفتگی، پروستاتی بسیار شده فایده داره. برادران عزیز با باوری کامل میتونید زکات کنید. ام پلوس اورجینال و چی